از یک قبر پر کید که قریب بود که افتاد باز داشتن خودشون بعد سوال کردن گشتن سوال کردن گفتن که یاران گفتن کی میداند این مثلا صاحبای این قبرها کی بود یکی گفت که من میدونم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اینها گفت در وقت جاهلیت گذشتگی بودن پیش از شما گذشتگی بودن اینجا 5 6 تا قبر بود است بعد گشتن و گفتن که اگر شما عذاب این قبر این مردمی که عذاب کشیدی ساده است اگر شما میدیدید مرده هاتون در زمین گور نمیکردید مثل من اگر شما که چنانه که من دیدم و من شنیدم اگر عذاب اینها اگر شما میدیدید قبر زمین به گور نمیکردید شما تصور کنید که انسان اگر زمین پناه نکند بیرون خدا بعد گشتن گفتن که بسم الله الرحمن دعا گفتن که اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب النار و نعوذ بك من فتنة المحیا و نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال گفتن با یاراشون مثلا سخن کردن دعا کردن که پروردگار رو نگه دار از آتش دوزخ از عذاب قبر مثلا از فتنه های زنده و مرده ها و از فتنه دجال علیه اللعنه برای همین برادر عزیز امروز حاضر وقت رسیده است ما بکی ما مثلا خاچمون را نگذاریم و چشممون را کشاییم و مثلا امروز اگر علاقه دیر می شود